اتومبیلش رو به لگد زدن، نه گوجه پرت کردن، نه شعار الکی دادن. نجات ایران احتیاج به غیرت داره، نه احتیاج به پول داره، نه احتیاج به حمایت آمریکا داره، نه حمایت انگلیس داره، نه حمایت اسرائیل داره، نه حمایت فرانسه داره. احتیاج فقط به غیرت داره. رضا شاه که ایران رو نجات داد فقط غیرت داشت. امروز هم دنبال یه آدم با غیرتی. اگر غیرت داشته باشیم ایرانمون نجات پیدا میکنه، اگر لیاقت داشته باشیم صاحب ایران میشیم، نباشیم همین آش است و همین کاسه. طبق معمول با دکتر شروین تقوی لاریجانی میزنیم که هفته گذشته به قول ما درس خوانده های قدیم یک قین بزرگ براش گذاشتیم به عنوان قایبی، ولی خب در ترافیک سنگین گیر کرده بود و امروز در کنار او هستیم. دکتر شروین درود بر تو. درود بر شما جناب پارسا، درود بر آقای شهرتی و درود میفرستم به تمام هموطنانم، به خصوص اونایی که در خاک مقدس ایران هستن. شما من تکسی که بر من فرستادید هفته گذشته خیلی آخر برنامه گرفتم، ولی شما مردم رو که چیز کردی، دلواپس کردی. خیلی دوست دارن مردم و نگران میشن وقتی نیستی. قربان شما، منم همینطور ارادت دارم، من مخلص مردممون هستم. به هر صورت اینو خواستم بهت بگم، خیلی ها نگران شدن، به ویژه اینکه من میدونم پدر گرامی تو هم در فرانسه خب حتما نگاه میکنه برنامه تو رو. پدر شروین یک انسان وارسته است، یک مرد ملی محکم. خب این از اون خانواده آمده. به هر صورت امیدوار هستم همیشه این بچه های ما، این جوانانی که از راه رسیدن سبب افتخار مملکت ما هستن سلامت باشن، موفق باشن، پیروز باشن، که ما هم به وجود اینها واقعا پوز میدیم. خب شروین جان، جناب پارسا، شما اگه پارسال موقع بهتون میگفتن برید رای بدید، رای میدادید تو انتخابات؟ نه، ما چون تو ایران نیستیم اتفاقا این سوال بیشتر بچه‌هایی که رفتن رای دادن تو ایران یا رای ندادن، اولا اینا فقط هم حرفی که ما قبلا هم زدیم برای آزادی بدیهیشون بود. اینا نه دنبال روی آقای کروبی هستن، نه دنبال روی آقای موسوی هستن، نه دنبال روی نظام پادشاهی هستن، نه دنبال روی مجاهدین هستن، نه دنبال روی جبهه ملی هستن، نه دنبال روی چپیا هستن، نه دنبال روی دستراستی هستن. یه مش تعداد آدم برای قانون ابتداییشون رفتن. تا اون روز حالا گفتید تنها کسی که اومد همین حرف زد خود شاهزاده رضا پهلوی بود. گفت الان مردم دغدغه حکومت ندارن. اصلا من فکر که ما بگیم اینا دنبال پادشاهی ان، دنبال جمهوری. امروز فقط برای آزادی ایران، برای زندگی کردن دارن. اتفاقا یه چیزی که برای من جالبه تو مردم شریفمون، همون راهپیمایی هم که بعد از انتخابات شد، چه طرفدارای احمدی نژاد، چه طرفدارای مثلا موسوی و کروبی، اینا قشنگ این ور خیابون بودن، اونم اون ور خیابون، خیلی هم به هم احترام میذاشتن. یعنی مردم ما مشکلی با هم ندارن. ولی جالب بودن اینه اولا خب مردم وقتی که دیدن حتی دنبال روی این اصلاحات هم که رفتن، اینا دیده بودن یه روزنه برای آزادیه، وگرنه اصلاح طلب نیستن مردم ما. مشکل یعنی اینا یه دونه آزادی ابتداییشون رو میخوان. گفتن خب شاید اینا بتونن اینو به ما بدن. وقتی که این جریان شد مردم متوجه شدن که این نظامی نیستش که بتونه اصلاحات توش انجام بشه. جالب بودن اینه که همون حرفی که چندین سال پیش خود من همینجا با شما پیشنهاد کرده بودم، الان آقایون داره اینو پیشنهاد میکنن که گفته بودیم آقای خامنه‌ای که انقدر فکر کنه نظامش محکمه، که بیاد روی کسایی که مثل ما رو کم بکنه یه روز آزاد بذاره، مردم بریزن تظاهرات خیلی بدون خشونت و اینا، فقط ببینن تعداد مردمی که ناراضیان چقدرن و چندین ساعت به نیروی خودش بگه دخالت نکنه. حالا میبینیم اینو خیلی آقایون میگن، به دلیل که اگر شما نگاه کنین دایره خلافه خود اینا، خدمت شما تو روز عاشورا عرض کردم، نگاه کنین بیت آقایون رو از دایره خلافه معاویه و یزید و اینا خیلی بیشتره و تشکیلاتشون از دربار شام به مراتب بزرگتره. شما مگه اون موقع دیدی مال یزید؟ نه، برای اینا آدم میدونه، ولی تعریفایی که خود اینا کردن. نه جناب پارسا، من فقط اینجا نشون میخوام بدم چقدر اینا ضد و نقیض کارشون داره. مثلا میگیم اینا ماها اکثر ایرانیا مسلمون هستیم، بیشتر خیلی از ایرانیان به حضرت علی ایمان داره، اصلا نمیخوام تو مقوله دین به اینا. خمینی از حضرت علی، اینو من اتفاقا روز عاشورا گفتم، بزرگتر کردن.
به حضرت علی میگن علی ابی طالب، به امام خمینی علی. امام همونم تازه اینو میخوان حضرت آیت الله و امام نمیدونم فلان و فلان. آخه خود شما نکن چقدر اینا داره به اعتقادات مردم بی خب دیگه این فرهنگ تملق گویی معمولا تو حکومت‌های بی سواد و مستبد همیشه هست. اینا خب من اصلا میخوام بتونم از ریشه چه غلط. موضوع دیگه جناب پارسا، من وقتی بذاریم ما یکم تطبیق بدیم این اتفاقاتی که میفته به 30 سال